فقط 1 روز دیگه تا بسته شدن ماینینگ ایردراپ میجر مونده. یعنی چی؟ یعنی فقط امروز وقت داری که بتونی ستاره‌های میجر رو جمع کنی و قرار ستاره‌های میجر بسته بشه و دیگه نمیتونین ازش امتیاز بگیرین. و گفته اگر این 5 تا کار رو انجام ندی هیچ توکنی بهت تعلق نمیگیره. تا آخر ویدیو همراه من باش تا کامل برات توضیح بدم داستان از چه قراره. سلام عزیزای دلم، به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه اولین ویدیویی که دارید از من میبینید لطفاً حتما سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. اگر هم از قبل من ساب داشتین که خیلی ممنونم دارید ویدیو رو نگاه میکنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ایردراپ میجر. میجر به طور رسمی داخل کانال تلگرامش اعلام کرده که در تاریخ 8 نوامبر یعنی 18 آبان قرار تمام روش‌های گرفتن امتیاز غیر فعال بشه. بازی‌ها در دسترسن اما پاداشی نمیده. وظیفه ها هستن ولی خب باز پاداشی نمیده و قرار کان خرید ستاره هم غیر فعال کنه. در کل گفته که قرار فردا یعنی 18 آبان همه چی غیر فعال بشه و دیگه شما نمیتونید امتیاز بگیرید. و 5 تا معیار داره واسه توکن دهیش که بریم واسهتون کامل توضیح بدم. معیار اولش توی بخش گیمه که میگه شما باید این بازی ها رو یعنی این 4 تا بازی رو هر 8 ساعت یک بار انجام بدین یا حداقل روزی یک بار رو انجام داده باشین تا شامل معیار اولش بشین. و معیار دومش انجام دادن تسکای روزانشه. اگه دقت کنین هم دیلی تسک داره هم این پایین تسکای تبلیغاتی داره که حتما سعی کنین جفتشون رو انجام بدین چون تسکا براش مهمه. و معیار دومش تسکا و جوین شدن داخل کانال هاییه که اینجا داره تبلیغش رو انجام میده. معیار سومش وصل بودن کیف پولشه که شما میتونید از قسمت تاپ روی گزینه پروفایلتون بزنید و از بین گزینه ها ولتتون رو انتخاب کنین و کیف پول تونکیپر رو انتخاب کنید که البته من چون از قبل وصل کرده بودم اینجا الان نمایش داده نمیشه ولی بهتون میگم چطوریه. وقتی شما روی ولتتون میزنین بهتون چند تا گزینه میده که از بین کیف پولا کیف پول تونکیپر رو انتخاب کنید و میبرتتون داخل کیف پول تونکیپر و وقتی گزینه کانکت رو بزنید کیف پولتون وصل میشه. و وقتی وارد تلگرام میشین باید کنار آدرس ولت آدرس کیف پولتون مشخص باشه. و پیشنهاد من اینه که حداقل 1 تا نیم تن داخل کیف پولی که وصل میکنید به ربات میجر داشته باشین که وقتی لیست شد راحت تر بتونید توکناتون رو برداشت بزنین هم از ربات به کیف پول و هم از کیف پول به صرافی چون جفتشون تن نیاز دارن. اگر الان داشته باشین خب خیالتون راحت تره دیگه، کارتون زودتر پیش میره. معیار 4 توی بخش پروفایله که وقتی اونجا رو میزنین اچیومنت ها رو میبینین و معیار 4 این بخشه که پیشنهاد میکنم تا اونجایی که میتونین انجام بدین. تاثیر زیادی توی توکن دهیش داره، یعنی پوینت بیشتری میتونین از این بخش از میجر بگیرید و اچیومنتاشو دریافت کنید دیگه. و دستاورد 9 میجر هم فعال شده که وقتی وارد این آخرین بازیش میشین یکم که باش بازی میکنین یه جعبه کادو میاد. وقتی روش بزنید اون دستاوردم میگیرید. تایمش نامحدوده، یعنی اینکه شما میتونید امروز هر زمان که وارد بشید بتونید این دستاورد رو بگیرید. 3 تا دستاورد دیگه هم اضافه شده که به احتمال زیاد امروز یا فردا بهمون میده و قرار دیگه هیچ امتیازی از این بخش نگیریم. خب بریم سراغ معیار آخر یا معیار 5. حتما باید داخل کانال تلگرام میجر جوین باشین و اگر جوین نباشین خب شامل معیار آخرشون نمیشین. این 5 تا کار براشون مهمه و معیار توکن دهی بوده. اگر ویدیو براتون مفید بود و دوست داشتین بازم از میجر براتون ویدیو بگیرم حتما توی کامنت ها بهم بگید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم همیشه موفق و پرسود باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.